با قرار گرفتن در هر موقعیتی که بهت حس راحتی و آرامش میده شروع کن. چشماتو آروم ببند و آگاهیت رو درون خودت متمرکز کن. تنفس و حالت بدنت رو تنظیم کن. به هر دوی اونها با محبت و قلبی باز سلام کن. بدون قضاوت نظاره‌گر هماهنگی جسم و تنفس باش. اگه در هر دوره‌ای از زندگی قضاوت یا بیرحمی نسبت به خودت و جسمت داشتی، در این لحظه کنار بذار، چرا که هیچ نتیجه‌ای نداره. در این لحظه، در این روز زیبا، تنها چیزی که وجود داره تو هستی. تو در این لحظه دوباره متولد میشی. به احساس همه سلول ها، فضای درون و بین همه سلول های بدنت آگاه باش. آگاهی رو درون این فضاها جمع کن. همونقدر که فکر میکردی درونت پره، متوجه میشی که بیشتر درونت فضای خالیه. پس وارد این فضا شو. فضای خالی درونت رو بپذیر. همینطور که وارد این فضا میشی، در درون و بین سلول ها متوجه میشی که چطور این فضای خالی در واقع سرشار از انرژیه. اجازه بده آگاهی تشخیص بده که با انرژی فراوانی در ارتباطه. در حقیقت این انرژی تولد دوباره توه. اون همیشه همینجا، درست درون و اطراف فضای سلول‌های بدنت بوده. این انرژی بی‌نهایتیه که برای تو وجود داره. و تو این فضای درون و اطراف سلول ها رو حس می کنی که تاییدش می کنن. من خود فراوانی و نعمت هستم. طنین این پیام رو داخل و سراسر هر سلول احساس کن. من خود فراوانی و نعمت هستم. بدن خودت رو به آرامش عمیق تر دعوت کن. همه چیزهایی که احساس سعادت و هماهنگی دارن و درک شخصی من از فراوانی امروز با من مطابقت داره. من ارزشمند و کافی هستم. قرار بوده که من همیشه در این آگاهی مجلل و انرژی فراوانی باشم.
و با این احساس می‌کنی که همه این فضاهای درون و بین سلول‌ها تبدیل میشن به یه مایع طلایی نورانی. حس می‌کنی که درون این مایع درخشان انرژی هستی. به سادگی انرژی فراوانی درخشانی باش که واقعاً هستی. خیلی آروم و ریلکس، بدون اینکه چشمات رو باز کنی، توجهت رو به زمان و مکانی که هستی برگردون و این آگاهی رو همراه خودت نگه دار. و هر وقت آماده بودی چشمات رو به آرومی باز کن. امروز کارت فوق‌العاده بود.